الو سلام علیکم. و علیکم السلام. سوز هستیم برادر گرامی اکای سلمان. خوب خدا را آمدین. شکر. سلامتی خدا را خوبه شکر. برادر گرامی. قدر بسیار هم میخواستم یکم بار در برنامه شما تماس میگیرم. اولا از شما یک سوال خواهش داشتم. خب سوالی ما یکم این پروسه برای انانیمی بودن زنگ‌هایی که به شما میویه این در حقیقت انانیمیه میتونه که محافظت کنه به روی اون مهاجرایی که به شما زنگ میزنن و به دیگر چیزایی که به حکومت جمهوری تاجیکستان امروزه شما میدونین عین حال چی وضعیت و چی حالت ها رخ میده برای که شخصانی که به میپیوندند و یا اینکه زنگ میزنند به مخالفین. الو مسئله امنیتی که یک شهروند برای ما زنگ میزنه، برای ما یک مثال میتونید آورده که برنامه صدای مردم 2-3 سال قریب پیش ادامه داره، یک سیری کدام از هموطن در جای برآورده شده است؟ اگه مثال آورده میتونید؟ نه من مثال آورده نمیتونم. من یکم بار به شما زنگ میزنم میخوام که از شما پروسه البته که برادر بعدا عزیز دیگر موضوع را تا امروز برای خودمون روا ندیدیم که اسم کسی را، شماره کسی را، حتی چاپلوسایی که دشنام میکنن، حتی ما شماره همو را برای کسی پیشنهاد نمیکنیم. مطمئن شدی یا که نه؟ مطمئنم برادر جان. سلامت باشه. اگر دیگه باشه بفرما. و دیگر صحبت های میخوام بکنم برای مردم خلق تاجیک و برای شما برادران گرامی و با همه با کل شخصانی که شما را میشنوند، برنامه شما را دارن گوش میکنن. خب میخواستم سخن خدمه و عقیده خدمه ابراز کنم. خب بعضی از شهروندان زیاد زنگ زدن. شما بسیار هم یک سوال های مهم برای انتخابات گپ زدین، سخن های مهم که بسیار هم امروز در جامعه شهروندی ما بسیار هم ضروریت دارد. ما یک چیز نمیفهم وقتی که ما با شهروندان و برادران وقتی که صحبت میکنیم میگیم که وقتی شما از دین گپ زدین، وقتی از ما اگر دین این چیز شخصی ما، وقتی که ما دین در سیاست بسیار هم چخیل بگم چقر اگر میدوزیم اونو حکومت جمهوری تاجیکستان ایرا یک بهانه میکوه همچون تروریست اینو وای ما بیاین یک فکر میکنیم. ما همچون دموکرات، همچون ما یک шахванди озод, ҳамчун демократическая страна, и будем думать, и будем принять меры как демократическая страна, как демократический, как вот, я не понимаю, можно по-русски говорить, да, брат? خب بفرمایید. Как гражданин Таджикистана. پس تاجیکی گپ زنید از همه مهم. میخواستم بسیار هم میخوام تاجیکی گپ زنم. بسیار هم با تاجیکی من نمیتونم. من پالیتیکای تمام دنیا را گوش میکنم. وقتی که شما بعضی وقت شهروندان تاجیکستان میگن که از سیاست کمی گپ میزنیم، میگن که بگوی که اموال رحمان نمیخوام که پرزیدنت باشه امروز، میخوام که اگه پرزیدنت جوان با مانند ما یک شهروندان آزادفکر باشن، روشنفکر یگم پیشروی کنن، میگن که چی فرق داره که همین پرزیدنت اگر دیگه هم باشه یا مالی یا دیگه کس برای ما چی فرق داره و چی فایده میگن ده با زبان لهجوی بگیریم. اگر ما با اون برای درایی که هم یا بسیار نگونه نفرایی که میگن که برای ما چی فایده، برای ما نه، برای من نه، برای سلمان نه، برای شما شنوندگان نه، برای فرزندای ما ممکن فایده باشه، برای نبیره های ما ممکن فایده باشه، برای آینده ملت ما ممکن فایده باشه. ممکن که ما از این مشکلی برویم، ممکن ما دیگر گونه باید زندگی کنیم. و یک خیلی زندگی کردن یا شوربا روز تا بگه یا شوربا یا قرطاو یا که چی میگن قرطاوی که 7-4 متر گفت جناب 4 متر گفت میپره دودش 4 متر میپره 6 متر پره او هم 6 متر را هم که هر روز بخری او دیگه واجون میزنه. باید یکم دیگه ما باید دنیا را ببینیم، بگردیم، بخریم. خداوند دنیا را یک زمینی کلان آفریده.
چی فرق داره اون مسلمان یا مسلمان باید بگردی دنیا را بخری بدونی در دنیا چی گپای و اون چیزی را ما گفتنی هستم شهروندان جمهوری تاجیکستان برادران گرامی خواهران عزیزان شما فکر نکنید که ما در یک کشتی سوار میشید باید بدونید که همون کشتی به کدام سمت دارد میروه یا که در ماشین سوار میشید باید بدونید که همین ماشین گجا میروه همین دولت هم باید بدونید شما باید حداقل باید 30% سیاستمدار داشته باشید که او 70% دیگر را بکشه خطیش بره به یک راه راست بله یا نه سلمان درست است بله بله باید ما سلمان ها این سلمان برادر گرامی خیلی بسیار هم کم این شما این شخص ها باید شما 20% اهالی باید یعنی خیلی باید باشه 20% اهالی نه 20% باز هم کم است 30% اهالی باید رنگ سلمان باشه باید مخالف باشه فرق نداره پگه اگر پرزیدنت محمد رحمان اگر علی شوا با سلمان های زیاد باید مخالف باشه بله نسبت او که باید کار کنه اگر ما نمیخوایم مخالف بیاییم یک دولت پادشاهی ارگانیزovat میکنه یا دیکتاتورا یا که داکومنتال نداشت تا یگون کس ند باشه مخالف نداشته باشه بله بله مردم ما برادر خیال میکنه که همین مخالف بوده یگون جنایت هست اصلا همین به همین اندازه مفکوره دارن ما همچون اگر خودمون همچون اگر در عرصه بین المللی همچون دولت استقلال ما استقلالت راستی قبول هم ندارم برای که دولتی که صاحب استقلاله او دولت باید که از تمام جهت صاحب استقلال باشه نه باید که نالوگی او را نالوگی شخصی هر یک شهروند خارجه مثلا تشکیل نده برای چی من خارجه گفتم از برادر رو برای که ما از بانک های خارجی بسیار هم قرض داریم ما همچه یک دانشجویی که تمام کردگی میدونم همچه یک اقتصادچی اکثریت نالوگ‌هایی که همون اندازهایی که با زید شهروندای ما با روی شهروندای ما برنامه‌گذاری میشه از طرف خارجی برای که ما از خارجی بسیار هم قرض داریم ما فقط ما فروخته میتونیم قرض گرفته ما استحصال کردن نمیتونیم متاسفانه ما نمیتونیم که یگم دولت قرض بدیم یگم کسایی ما قرض داریم ما فقط قرض داریم حتی نمیتونیم یگم سرمایه خارجی را چی کنیم نه وابسته کنیم خارجی برای ما برادر اکای سلمان ما بسیار هم احساسی میشم ما بسیار هم نرو میکنم با اصطلاح بگیم برای چی؟ برای که ما وقت استقلالیت میگیم ما باید نزاویسی باشیم ده وقتی ما نزاویسی میم ای دیگه دولت یکم نزاویسی میم ما خودمون باید رشد کنیم چیکار کردنمون در کار ما خودمون باید که حل مسئله را بیاوریم اما متاسفانه ما نالوگی ما همون اندازه که ما چی میکنیم از خارجه میشه برای که بانکی خطوی مثلا بانک های شویتزاری بانک های دیگه که ما از اونها قرض داریم میلیارد ها میلیون ها متاسفانه اونا با ما میگن که نه ما چگونه اندازه که ما تسلیم میدیم ما با ابزار دوره همونا رقص میکنیم بله بله چگونه ما میتونیم بگیم ما استقلالیت داریم نه انشاءالله که میشه با استقلالیت بله حتما من در این مسئله استقلالیت یک مطلب پیاده کردم که استقلالیت ما یک کودکی است که مریض است نیاز به طبابت داره بله بگذار اما خیلی استقلالیت بشود در دولتی ما بله دیگه اگه گفتنی نداشته باشی خداحافظی میکنیم برادر بله اکای سلمان برای شنوندگان گرامی کدان کسانی که میشنوند همین برنامه ها را ما عضو یگان گروه نیستم فکر نکنید که ما عضو گروهی 24 یا 25 یا دیگر ما همچنین شهروند آزاد فکر خدمت میگم در کدام حالتی باشه و در گجوی باشه نباشه بله و میخوام که تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان همچون ما و دیگر اون شخصایی که آزاد فکر هستن فکرشون آزاد بگن نترسن و انشاءالله دنیا عقیده ها فکرها دیگر می شود و دنیا دارد پیش می رود جای ترس و هم نیست امروز با زبان اصلاح بگیریم با زبان روسی بگیریم наша эра уже пришел мы должны решать все то что нам надо
Мы должны создать то, что мы должны создать. бале, саломат бошед. За нас никто не создает то, что мы должны создать. Саломат бошед, бардор. Саломат. Зинда бошед, худо нигабон.